مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 9 مارس در یک صدمه مدهش در کوههای نویه 5 یک ماشین به جری عمقش 150 متر چپ شده است. از 12 عضو یک عائله که برای استراحت به کوه رفته بودند، در نتیجه این صدمه تنها یک کودک 5 ساله به هلاکت رسیده است. 11 نفر دیگر به طور معجزه‌ای زنده ماندند. روز 9 مارس سال 2022 تخمیناً ساعت 2:20 جنگزاده ظاهرجان هاشم سال تولدش 1994 ساکن دهه تردشخه نویه 5 با امراهی اهل عائله‌شان جنگی و نیلوفر سال تولدش 1996، شعلای قدرت الله سال تولدش 1997، جمعه و فضیلت سال تولدش 1972، امانزاده حقداد سال تولدش 1991، زکیه زویر سال تولدش 2019، جنگزاده نعیم جان سال تولدش 2017، حکیم و دلخو سال تولدش 2005، یوسمن جنگزاده سال تولدش 2015، جنگزاده ریحانه سال تولدش 2017، امانزاده فیروز سال تولدش 2019 و امانوف نیکروز سال تولدش 2017 در افتماشین شخصی تمغه موسی نشسته برای استراحت نمودن به دامنکوی جماعت دهات آزادگان امین نویه می روند. تخمیناً ساعت 14:00 هنگام در بالای کوه قرار داشتنشان ناگهان باران می بارد که در نتیجه چیز و چاره‌هایشان را جمع کرده به افتماشین سوار شده حرکت می کنند، ولی از شدت باران زیاد افتماشین لغزیده است که راننده جنگزاده از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت پسته برخورده بعداً به جری 150 متر سرازی رفته است. در نتیجه نابالغ امانوف نیکروز جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. دیگر اعضای عائله جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند.